حضرت سلطان ابراهیم بن ادهم یک زمان یک شرابی رو که مست و مدهوش یک گوشه افتاده بود بالا آورده بود، تمام وجودش رو خراب کرده بود، کنار یه خیابون دید، هر کی رد میشد بینشو میگرفت، یه حرفی بهش میزد رد میشد. این آمد رفت از اونجا آبی تهیه کرد، آورد تمیزش کرد، اونو نشوند، آبی به صورتش زد، به حال که آمد رو سر خودش سلطان ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه رو دید. توقع دیدن هر کس رو داشت جز توقع دیدن این دوست خدا که برای محبت خدا یک حکومت و یک پادشاهی رو فدا کرده. کی منو تمیز کرد؟ کی منو مرتب کرد؟ سلطان گفت من کردم. کو چرا کردی؟ کو چرا نکنم؟ تو بنده اللهی. ولی این دهانی که برای تلاوت کلام الله و برای ربنا گفتن الله به تو داده، حیف نیست که برای شرابخواری ازش استفاده میکنی. و رفت. این گریه‌ای بر او افتاد، گریه کرد به حال زار خودش از طرفی و از طرفی بر این دوست خدا که مظهر رأفت و رحمت الله بود. چطور دل این رو الله مهربان کرده و چطور امروزی که پدر و مادر دستمو نمیگیرن این آمده تمیزم کرده. خوب گریه کرد. شب خوابید. سلطان ابراهیم بن ادهم شب خواب دید که الله تعالی همون شرابی رو به بالاترین درجه ولایت و دوستی رسونده و در لیست اولیاء الله و دوستان الله تعالی الله رو جا داده. تعجب کرد. همین شرابی این چطور ولی خدا شد؟ سوال کرد تو همون عالم خواب که الله اینو که امروز من مست و مدهوش شرابی دیدم، امروز تو لیست دوستان تو میبینم، چطوره؟ میگه هاتفی سروش غیبی در خواب ندا داد تو صورت او رو به خاطر ما پاک کردی و ما هم سیرت و باطن او رو به خاطر تو پاک کردی.